السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در بین مردم آوازه پخش شده است که گویا فلان داملا در خواب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دیده اند و ایشان به او فرمودند که در بین صحیفه های قرآن یک تار موی من است که هر کسی آن را در آب انداخته بنوشد از بیماری کرونا ویروس حفاظت می شود و هیچ بیماری به او نمی رسد. الکی بسیاری از برادران و خواهران به این آوازه باور کرده اند. حتی نوار ثبت کرده به مردم خوشخبر می دهند. برادران و خواهران عزیز، اینقدر زود باور نشوید. مسلمان زیرک و هوشیار می شود. این آوازه ها دروغی محض است. اولا اینکه فراموش نکنید که هر کتابی که مورد استفاده است در آن خواه مخواه موی انسانی یافت می شود. دوم اینکه این آوازه نه تنها در تاجیکستان بلکه با برکت بعضی مسلمانان ساده لوح ما در ایران و افغانستان هم پخش شده است، ولی با دیگرگونی های زیاد که این خود دلالت بر دروغ بودن آن می کند. یکی می گوید یک زنی در ترکیه این خواب را دیده است، دیگری می گوید مولانا خیرشاهی این خواب را دیده است، اما در تاجیکستان می گویند این خواب را داملا حکمت الله دیده است. به هر حال این آوازه ها دروغی محض است. به این آوازه ها باور نکنید. فراموش نکنید هر بلا و مصیبتی که بر سر ما می آید به اذن و اراده و خواست الله متعال می باشد. خداوند در سوره تغابن می فرماید: استعیذ بالله ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هیچ مصیبت به انسان نمی رسد مگر به حکم و فرمان الله متعال. و اگر خدا نخواسته به این بیماری مبتلا شدیم هم این به سبب گناهانی است که خودی ما انجام می دهیم. الله متعال می فرماید: استعیذ بالله ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یعنی هر بلا و مصیبتی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که انجام داده اید. برادران و خواهران عزیز، به جای پهن کردن این گونه آوازه های بر دروغ، بیایید از همه گناهانی که انجام می دهیم و در فکر توبه از آن نیستیم دست جمعی به سوی پروردگار توبه کرده بازگردیم تا خداوند ما را مورد رحمتش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.